امروز اومدم یه باکس خوشگل از لوازم آرایشی پیجم بهتون معرفی کنم که از دل پینترست اومد. اولین پیشنهادم و همینطور ضروری ترین پیشنهادم این کوشنای خوشگل جوجو دیریه. محصول یه نوع کرم پودر فشرده است که نه مثل پنکیک پودریه و نه مثل کرم پودر خیلی مایع است. مناسب استفاده روزانه است و پوستتون رو خیلی یک دست و خوشگل میکنه. پیشنهاد بعدیم هم این رژگونه های روده که یه بافت کرمی داره و روی پوست خیلی خوب فید میشه. تازه حجم بالایی هم داره و قیمتش هم خیلی اقتصادیه. یکی دیگه از ضروری ترین محصولاتی که هر دختری باید داشته باشه همین پالت های لیپ گلاسه که هر رنگی دلش بخواد بتونه برای خودش بسازه و یا بتونه رنگاشو به تنهایی هم استفاده کنه. یه اپلیکاتور هم همراه خودش داره. میریم سراغ یکی از رژه مایع پرنسسیمون که بافت سبک و پوشش یک نواختی داره. حتی وقتی که از روی لبتون پاک بشه ردش مثل تینت به جا میمونه. داشتن بالم لب مخصوصا توی فصل سرما یکی دیگه از چیزاییه که باید حتما توی کیف لوازم آرایشی هممون باشه. این بالم لبای خوشگل اپلیکاتور دار با بوی وانیلی که دارن بهترین گزینه. میریم سراغ آرایش چشم. اول با این سایه 9 رنگ موکالر شروع میکنیم و بعد میریم سراغ ریمل گابرینی. کاملا اورجیناله و هم هجو دهنده است و هم بلند کننده. تازه مژهاتون رو حالتدار هم میکنه. اما میریم سراغ خط چشم جعبه‌دار یانگ می ماژیکیه و کارتون رو خیلی راحت میکنه. لیپ گلاسی که اصلا چسبندگی نداشته باشه یکی دیگه از واجبات. قیمتش خیلی مناسبه و با رژگونه رد هم میتونین ستش کنین.